موضوع بعد مسئله پوله. نه تنها پولتون، پول در آوردنتون و خرج کردنتونه. بذارید راحتتون کنم. بنده باورم این هست که دو تا عاملی که در لس آنجلس همکنون زندگی‌های زناشویی رو برهم میزنه دو چیزه. یکی دخالت اطرافیانه که فردا بهش میرسن، و یکی پوله. اصلا اون حرفای عجیب و غریب ایرانی رو نزنین که پول خوشبختی نمیاره. بنده همیشه عرض کردم پول خوشبختی نمیاره، علمم خوشبختی نمیاره. نصف دانشمندان بدبختن. پول خوشبختی نمیاره، قدرت هم خوشبختی نمیاره. 90% بزرگان سیاست بدبختن. بنابراین بازی در نیارید. پول هنوز از هر عامل بیشتر خوشبختی میاره. قبولش کنید. مطالعات نشون میده هر کی پول بیشتری داره خوشبخت‌تره. پول به هر کی میدی اوضاعش بهتر میشه. با پول میشه بدبختی‌ها رو فروخت. با پول همین کارهای خوب رو بهتر میشه انجام. خیلی فایده داره. بله، اگر شما نظرتون اینه پولاتون به من بدید شما خوشبخت باشید، بذار من بدبخت. بنابراین بازی در نیارید. مسائل مالی رو جدی بگیرید. من همینقدر که اگر تو مرا دوست داشته باشی حتی میتونم با مثلا زیر همین آسمان هم با تو زندگی کنم و فقط قربونتون برم من. حالا یکی پیدا کنید که اینجوری باشه، یه خونه هکی هم داشته باشه. میدونید اینو به این دلیل عرض میکنم که بنده فراوون از این پرت و پلاها در کار روان درمانی و تراپی شنیدم و میدونم که کار نمیکنه و بعدم کاملا میشه آشکار و پنهان دید. چون پنهانه که چگونه آدما زندگی رو برهم میزنن به خاطر پول. مسئله پول مسئله مهمیه، دست کمش نگیرید. بعدم یادتون باشه همه از صبح که بلند میشن، حالا بهتون بر نخوره، شما رو عرض نمیکنم، شما استثنا، دنبال پول دارن میرن، حالا خودشون متوجه نیستن هستن و بعدم همه جا هم دارن از شما پول میگیرن. معلمتون پول میگیره، پزشکتون پول میگیره، بنزین پول میگیره، عرض کنم که وکیلتون پول میگیره. من یه جایی من نشون میدید که پول بهتون میدن، ما بریم اونجا بگیریم بیایم. نداریم. بنابراین یه ذره جدی بگیرید مسائل مالی رو. اما تنها مسئله نیست که پول داره یا نداره و شما دارید یا ندارید. مسئله اینه که نگاهتون به پول یکی باشه، خرج کردن باشه، ولی دمار از روزگار هم در میارید. بسیار از خانواده‌ها هستن که من وقتی بهشون میگم شما مشکل اقتصادی دارید، خستم این نیست که شما مشکل مالی دارید. نه، پول دارن. در خصوص نگه داشتنش، خرج کردنش با هم دعوا دارن. و اونجا میتونه مسئله باشه، جون همدیگه رو بالا میارن. شما میدونید یکی از چیزایی که به نظر من در جامعه ایرانی تنفر تو خانم‌ها به وجود میاره اینه، گرچه وقتشو ندارم ولی بذارید بهتون بگم، برای که بسیار دیدم این گرفتاری رو. بسیاری از ما در کودکی وقتی که نیازمند بودیم ما رو تحقیر کردن. بسیاری از ما در کودکی یاد گرفتیم که وقتی که نیازمندی و محتاجی تو بدبختی، تو بدی. و متاسفانه در فرهنگ ما یه پرت و پلای عجیب و غریبی هم گفتن که اصلا آدم باید بره به سمت بی‌نیازی. حالا اینا رو کی گفتن؟ غالبا دستشون دراز به سمت دیگران بوده، ولی وارد اون بحثم نمیخوام بشم. قصه بی‌نیازی دروغه، یه بیماریه. خودکفایی رو داریم اما بی‌نیازی نداریم. نتیجتا این زمینه فکری همراه با این که من هر وقت گفتم آب میخوام، شکلات میخوام، بستنی میخوام، اینو میخوام، اونو بخوام، یه عالمه برای من سخنرانی کردن، نطق کردن، سخنرانی کردن، تو سر من کوبیدن، منو به یه نتیجه رسوندن. و اون نتیجه عبارت از این است که وقتی تو نیازمندی و محتاجی تو آدم بدی هستی و تو بدی و من از نیازم خجالت میکشم. به همین جاست که بسیار از شما اگر برید توی مهمونی آب بخواید همینجوری میستید، منتظر میشید یکی دیگه بگه آخه الحمدلله ما میخوایم، یا حتی میگه چای براتون بیارم، نه مرسی متشکرم هستم، پس من برم چای. خب الان برای خودتون میارید، برای منم قربونت برم، خفه‌شو بگو. در خصوص گرسنگی حتی بعضیاتون سر دستشویی همینجوری به خودتون میپیچید. چه هیچی، فقط این درم در خدمت شما هم سه هیجاناتی به من دست داده که جابجا میشم. خجالت میکشم بگم دستشویی کجاست، برای که فکر کنم این کار بدی است. تمنا میکنم دقت کنید، یه درصد بالایی از ما مردم از اینکه نیازمند باشیم بسیار رنج میبریم و احساس بد میکنیم. حالا بسیاری از خونه‌های ایرانی قصه‌شون اینه که مرد حرفش این است که هر وقت خواستی پول بگو من بهت بدم. درست است که هر وقتم بخواد میده، ولی برخی از اوقات سبب میشه که در یه ماه 15 دفعه 20 دفعه 30 دفعه بگه آقا $100 بده، $200 بده، $50 بده و شما نمیدونید چه میکنید. با هر یه روز تخم کینه رو و دشمنی رو و خشم رو و تنفر رو تو وجود اون آدم میکارید بدون که اصلا خودش خبر داشته باشه. 6 سال بعد به نظر میاد از شما متنفره، فقط به یک دلیل، چون باید هر روز خجالت میکشیده و از شما پول میخواسته. ولی اگر این پول تو حساب میریختید یا اصلا کاری به کارش نداشتید مشکل حل شده بود. شما مسئله مالی نداشتید، تازه میگید هر وقتم گفت $100 بده من بهش $200 دادم، هر وقتم $300 خواست من $500 دادم، فقط بگه من بدم. حرف من این است که درست است که شما از این طریق حرکت میکنید اما نمیدونید دارید چی کار میکنید. تو جامعه ما این میتونه بیداد بکنه. خیلی از اوقات وقتی من تو بحثا یه آدمی رو تحت فشار باشم، آخه چرا اینقدر از این مرد بدت میاد، چرا آخه چه کرده، باور کنین پیدا نمیکرد. ولی برخی از اوقات وقتی سر نخی رو میدادم میرفتم چشماش پر اشک شد فقط به خاطر یه چیز، بدون اینکه تازه به اون مرتبط باشه. حرفش هم نه مرد خوبی است، پول هم میده، نه اصلا ما مشکل نداریم، هر وقت بخوام به من میده. اما مسئله اینه که من باید برم گدایی کنم.
و این احساس گدایی آدم از پا در میاره. و به همین جهت است که مسائلی که تو این زمینه مطرح است رو دلم میخواد بهش توجه و اعتنا داشته باشید. قصد من مسائل مالی، پول داشتن پول نداشتن نیست. این نگاهی که شما میکنید بسیار اهمیت داره. مورد بعد